در نزد یک زمان سفارت امریکا در تهران ایرانیان مرگ به امریکا شعار دادند و پرچم آن را آتش زدند. این شعار در ایران غیر مقرری نیست و بخصوص در روز 4 نوامبر، روزی غصب سفارت امریکا در سال 1979. امسال ازدحام عظیم‌تر بود چون امریکا روز 5 نوامبر تحریمات به ضد ساحه نفتی ایران را برقرار کرد. در راهپیمایی روز 4 نوامبر فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تحریمات را جنگ افزار اقتصادی و روانی نامید، اما گفت توطئه و طرح‌های امریکا با مقاومت مردم شکست می‌خورند. هدف از قرار رئیس جمهور دونالد ترامپ که ماه می امریکا را از سازش اتمی با ایران خارج کرد، وادار نمودن تهران به قطع برنامه‌های اتمی و موشک‌سازی است و هم بس کردن کمک به نیروهای دست نشانده‌اش در مناقشه‌ها در سراسر خاورمیانه. کاخ سفید روز 2 نوامبر گفت به 8 کشور اجازه می‌دهد به خرید نفت از ایران ادامه بدهند. خصومت واشنگتن و تهران از همان 29 سال پیش از زمان اشغال سفارت ادامه دارد. دانشجویان تندرو در روز 4 نوامبر سال 1979 بعد سقوط شاه ایران سفارت امریکا را اشغال کردند. 52 امریکایی را برای 444 روز گروگان گرفتند و از آن روز دو طرف دشمن شدند.